ضربه زدم این خرد اما زدم گرچند کم است اما زدم شگری پروا بودم اسمان الله نعم الوکیل Hadi joydan makineye girip olmasa. 90 milyon zararı var. Bir 90 milyon zararı var. Zarar. Yani gapire gapirsa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetki ben sonraga Hatta okumayın. Onu ama sonra olacak değil. Oladu. Oladu. های نمیشه سلامت هم قرد خوش صاف برام کرده بودم سلام علیکم علیکم السلام دوستان خوب هستید گرم نشید باید این در روسیه که تولد شدگی های با اون خاطر اوی جوی گر تاجیکستان رفت هم تا کسل شید در کجای حاجی در غار رحمت جوال رحمت میگین که این همینجا این دوستان عزیز خوب هستید اینجا در روی اکران دتایی بزنی لایک میشه با کار بارم ساز در روی اکران هم خیلی بار بزن لایک میشه تا مردم بسیار دارن تا مشاهده های خونه خدا با شما را افید کرسونم کار بار مایده سوسید کیپ کم دیدی این دوستان شرکت زمزم با همراه تا علیکم السلام و رحمت همه رخمو زمزم ها چیه بچه چیه خوکه خوکه ها الحمدلله ای گیره نکازی میایا ای حاضر پیران دینا کی جو برماده بگم جا الحمدلله وای ما را دیده دور رهیم با اون خطیر انشالله دهت همه دوگو هستیم ای چه همی جام چی میگو آجا بیا چی میگو خب تا او میخری او چی تا گیره کن ها شما برای طهارت کنه احراماتون نپوشونه اکا ها شما برای طهارت کنه احراماتون نپوشونه برای وای کدمش هم که رفتم آیا میاین آخه اسپید میکنه روی شما با چرا خب میگم اسپید میکنه روی اسپید میکنه شلو یادم گاز میته میره هم یا جای دیگه مونده میبینی میره همونجا بخون شیم چی होला در جو همین جنیت میکنی مانش افاجو سرست یا من برمش این همه خیلی گوداگونیم این مردم علیکم السلام و رحمت الله دوستان برای شما افیر دون اومدم تا زنده ببینه یعنی که جیوای افیر غاری رحمت در روی اکران دوبار بزنه لایک شوه بچه ها مردم بسیار بدرون سیوی از پاسوز نیست هست سیم کارت با خواب کردیم یه سیم کارت با مگابایت چطور میشه خلاص میشه این دوستان هم خیلی چی بگم با این کلیت کرد در دوستان گوداگون زن کلون این هم خیلی ولی الحمدلله فرزندی خدمانه بله این دفعه سمیاوی اومده این گوداکو را خدم اومدیم الحمدلله گفتی همین گفا که هر یک مسلمان آرزوی دیدن خانه خدا داره گفتی همین کمپیرا که باز امکانیت شانس داریم امکانی و از ماجرس هسته یا که کدمی داره بیاری اهل بیتونه ببینن شاید این وزماجنس ها از دستاتون روان و اون خاطر
ما را اومدیم الحمدلله رحمت که شرکت زمزم عمره خدمت کرد. ما سخت سلامت فرزندو ما گرفتیم، اهل بیت ما اومدیم. این هم خیلی دوستان عزیز اینجا غاری رحمت هست. غاری رحمت یعنی جبل رحمت، کوی رحمتش میگن. این خیر در روی اکران بچه ها، در روی اکران هم اینا نگاه کنید. در روی اکران چلی که دو بار میزنی لایک میشوه. کارا ببین چند خواستون کردن تا مردم بسیارتر بدونن. این دوستان هم خیر. علیکم السلام و رحمت الله. حاجی در حق همه مسلمانان دعا هستیم، خصوصا در حق مردم تاجیکستان هموطنان عزیز و در حق مردم مظلوم فلسطین. اللهم انصر المسلمین فی فلسطین. پروردگار از ظلم ظالمین، پروردگار مردم فلسطین آزاد کنه. و هم خاطر دعا کردم در کار. ما الحمدلله شرایط خوب داریم. حیات به تحت بمب باران دین ایران قد یا چهار بمب پرتو، اما در کاری نپرتو. زانتی کم ده گاب نیست. بله اینجا کجاست؟ غاری رحمت، جبل رحمت میگن، مکه مکرمه. اینه دوستان اینجا اینه حلقه می ای با آوی خنکک میتوشن. اینه حجیان اینجا نیت میکنن با میران عمره میکنن. الحمدلله به همش. ها شیخ یوانی چو کردی؟ برمادی دیدی بالا را؟ بالای مردم شرکت زمزم اومدن چی گفتن؟ یه بگو اکو. ان شاء الله بالا اومدن در این شرکت اومدگی بسیار کارهای خوب که مثال خدمت رسانی چی کلا؟ خدمت رسانی بسیار خوب گذاشته، راه بلد بسیار خوب جواب بود، بسیار نقلای میکنه. مثال بابا جان چی که بود جایی که نافهمه بود، بابا جان تو فقط برده هم جایی که ضرور بود، جایی که قدم جا بود، جایی ضرور، جایی تماشاجو، همه جا را مثال رفته دیدیم از طرف الحمدلله. یگان کمبودی نیست حوزه. ان شاء الله سلامت باشی. از گروزنی اومده ای چچنیا بچه. ای انگوشتیا. خدا خیرتون ته ان شاء الله. حاجی دیگه نفرمادن. دیگه نیستم بابا. زنکارم رفت دادن. اوه زنکارم رفت دادن بگو نفرمادن. اوه هم تای سویا گیره او حاجی ها احرام پوشید اومدن. او یاش اگر بدرن بران احرامش پوشن. ان شاء الله در حق همه دعا هستیم دوستان. برادر عزیز در حق همه دعا هستیم. خداوند همه شما را از قرض قبله کنده کنه. به فرزندان صاحب فرزند بیمارا را شفای کامل، مردم تاجیکستان سربلند آباد همه وقت هم باشند. پروردگار همه ما را باید هدایت کنه. پروردگار مردم مظلوم مثل فلسطین پروردگار آزاد کنه از بمب و بارون لعنتی یهود. خدا خیرتان ته دوستان که هم وقت دستگیری میکنیم. این هازمیش دستگیری شما نباشه، شما نداره اینجا قریب 200 نفر هست. چند کسه اگر شما نباشه ما کی خطی گام میزنیم؟ شما همیشه این سبب اولش پروردگار همین سبب شما هست که مقصد دستگیری میکنی نوارای ما را، این شرکت ها ما را دستگیری میکنه. ما میگیم پروردگار همه شما را برای رسول، پروردگار گناه های ما را ببخشه و شما را نیز ما را ببخشه. یگان جو خفا کرده باشیم، کامنتر نخونده باشیم، یگان قبله زده باشیم، به خاطر الله ما را ببخشه. این ما را شما را نیز بخشید. بعضی محل خار میکنه خیتری پیتر میگم و خدا گاه محل خیلی علم میکنه، اما الله میگه ببخش به خاطر من همه شما را میبخشم. ما را بخشیدگیم همه تا هر کی بد میکنه روز قیامت خودش جواب میده. هر کی بد میکنه روی اکران جایی نیست که حقارت دشنام کنی. برای بعضی آدمایی هستن که همراه زن فرزنداش تماشا دارن، مثال گه بابا جان تماشا دارن که یکی دهمون رفتی قطعی زنش مثال دخترچه‌هاش کهلناش یگان مادری کمپیر تماشا داره، دهمون رفتی گه یکی حقارت میکنیم دشنام میکنیم، میگه ای بدبخت خودم پس بده. این بعد خوب نمیشه. با هم خاطر در روی اکران حقارت کردن در کار نیست. زور نمیرسه روی اکران نبرو، زور نمیرسه روی اکران نبرو. البته هستن پست بلندت میگن، من میفهمم، اما بدون که این خوبی نداره. باید صبر کنی.
گپای سخت باید صبر کنی. میفهمم هر کسی بعد گفت با قیامت چه میکنه خودش جواب میگه. من یا میدونم خودشون جواب میگن کسی بعدت میگه. اما این سبب نمیشه که تمام توجیه حقارت کنی. شما همینجا یک کس حقارت میکنه حقارت مینویسه همینجا چی دشنام میکنه چی بدبخت نیست چی حرامخور مینویسه. اما وقتی تو دشنام میکنی یا چند کسی میخونه خدا ما رو بروسی پروردگار چی میگن هلاک بسازه شخصی را که ریاکاری میکنه. ما بگی بچه یا او یا گیر خدا هلاک بسازه در خونه خدا کسی که کسی را که ریاکاری میکنه پاکازوخه میکنه. من همین شرکت زمزم وقتی که رو میکنه یعنی که رکلام رو میکنه شتابی همین شرکت ما توصیه بتیم به دیگران اونم طرف توصیه بتیم چی خدمت رسانی خوب داره چی با اگر همیو که بد باشن همین حاجیه که هستن نیتش میگه که اینجا بد بود یعنی که خدمت رسانی خوب نکردن این پلیس شونه با اون خاطر ماهی سپتامبر اگر که بیایی برای اگر میوه هاش بوی ماهی سپتامبر خوبتره برای که وقتی خرماچینی است. تک ماهی ینوار فوریه دکبر خوب است به خاطر که اوجا خنکه اینجا گرم نه برات اوجا خنکه اینجا گرم یعنی که زمستون اینجا مثل تیرماهی مسکو اما بارانش کمه. خوب الحمدلله عمل فقط برای الله باید. بله عمل به خاطر الله باشه. ای مردم مسلمان توجیکو من یگان بار از جای بی خودم نامدم همین حج از حساب شرکت زمزم برای توصیه دادن یعنی درسر بررسی رکلام کردن من روان میکنم که حاضر دوره زمانی رکلام است که این شرکت خوب است خدمت رسانی چقدر حاجی‌ها رو میپرسیم هم صحبت میشیم خورد و خراب شو همش نشون میدیم به مردم یعنی که میگه برای چی بابا جان رنگ کودکو کارام ساسی نیست یک هزل کردن است یک هزل زنده دلی شوخی میکنم که اینا با کار بارم ساز یا شوخی میکنم نه فراتو آخر مثال میگم هستن جوانایی که تو مخول شدن من جنا نویسن یگون گپی دشنام نویسم با کار بار ساز البته که ساز نیست دوستان ببینید در خونه خدا قرار داریم. مقصد همین است مقصد از ریاکاری نیست یا که پس دادن یگون کس هم شرکت زمزم این نمبر جا نوشته شده ببینید دوستان رقمش در پایین ذکر ریپیت کردم 915 442 1673 این ماهی این 15 تا 18 اکتبر با میاریس $1400 $1400 بخراب و بخراب گسنسون نزدیکن. چی میگه شوخی در اسلام ما شوخی به معنی نکردن که قهقه بخندیم هزلی میگن چی با آدابونه میکنیم بچه ها در این اکران ده برام تبزن لایک شما مردم بیشتر داره کدومی که چی هستی از شوی زمزم مدنی هستی شرکتی ما اینا با وجود 88 رکلام کرده اینا دوستان اینجا غار رحمت کوه رحمت میگن که حضرت ماما هوا یا که پدر مو بابای آدم اینجا غار خوردگی اینا دوستان اینجا اینجا جوی کاراژینگ میفروشن دوستان فرق نداره شوخی مایلش برخ گور سودا و دیگ جوشه گور در روی غریب ما به هر روزی نسبت میگرد پروردگار همه شما رو نصیب کردن به این جاهای مقدس. کجا رفتن این مردم حاجی کجا رفتن مردم همینجا السلام چند ریال مروژنیک یا ریال سه ریال قیمه mango. Yeah. Really, this good. این چند ریاله This mango orange, best real. 5 ریال Best. 5 ریال میگم 5 This. 5 اهل فارس سلمانی فارس معلوم اهل بای Irani. تاجیکستان فارسی تاجیکستان ایران افغانستان کل اهل فارس
الحمد لله الحمد لله. امام بخاری معلوم؟ بخاری معلوم؟ لا حول ولا قوة. امام بخاری حديث. لا حول ولا قوة. ابو علي بن سينا معلوم؟ ابن سينا معلوم؟ واضح حجيك. ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير. خوش شما برید اتوبوس او میو چه فیلم تی ایتی میتل بابا جون خیر ها گیرم از بی نه نه دو تامتی یا تامتی در ریال دريال دو دانه دريال 4 ريال قلت هاي سبحان الله دو 5 اوكي خمسة ريال أنا دوستان احمدی بابا تاجیک بسیاره در به تاجیک بسیاره بله تاجیک خیلی بسیاره در عربستان تاجیک بسیاره در حق ما در حق همه دعاگاه هستیم انشاءالله این حقشون جزاك الله خير بارك الله فيكم شكرا خب چی نویسیم مردم موی سر سازه برادر میبروی انشالله علیکم سلام و رحمت الله سلامت باشه برادر اکران بار بزنید اون اپی 5 شوه بله دوستان بله تاجیکستان هم وقت شیر نرم بلیت $1200 و $1400 دوستان خب بررسی 108 یا 120 هم خیلی علیکم سلام و رحمت الله و برکاته برای حج اومده بودم پایون زمزم را نوشتگی من نمره 915 1400 روسی $1400 نیست را بجو کنیم نمره در پایون نوشتگی هم برای حج اومدنی این 15 اکتبر در روی اکران نوشتگی هم دوستان Orange. 5 riyal. Orange. یک 108,000 بخروکه میشه این بارودار نوشته شده زمزم مورا نادا با بودن آبی زمزم همین بیارین الحمدلله وقتی من آمدم بیایش به همین حجامه من بیای به همه آب زمزم میارم ان شاء الله به پل به بخره سیر آو تو کنی پنج یار دو پنج خمسة ريال خمسة
واحد دقيقة. خلاص اوکی خیرم من نبورا را پارتوفته استادم برادرها چخیل میکنیم چخیل فروکه حالی با بگه کودک تا 2 ساله را برادرها فقط بیلیتش ویزاش حساب میکنن درسترش ویزاش حساب میکنن اما ای 2 ساله بالا بعد 100% حساب میشه شکرا خب من تازه اتوبوس بودم که برادرین اون اشتراکی میکشنم خب بخشش کامera خواندن نمیتونم کامera رو سرگردونم نزدیک خفمو تماشا کنیم بولگار چنجی دیگه خروش شده نفهمیدم اکا 18 ساله چند که میمونه 18 ساله بچه ها نیساورشنلیت نباشن اگر باید داورنوس کنی پیش ای داورنوس روز کردن خواهش میکنم همون شرکت زمزم زنگ میزنی نشونتون میتین خیلی داورنوس میکنه به خاطر که ما روز آوردیم ای سری سمالوت گردوندم به خاطر داورنوسون неправильно نوشتگی بود یعنی که بیبیش میوار باید نبیره 16 ساله بود 13 ساله بود باید میواردش ای سمالوت ای دمادت گردوندنش ما 4 تا گودک آوردیم همین دفعه مثال بگم خیلی فرزند من خاطی اویلم یابدم باید مادری که خیلی خاطی چی میگن فرزندش بود 2 کسی دیگه چی آوردن 2 کسی دیگه همو چی رو آوردن سبحان الله نبیروهاش آوردن نبیروهاش آوردن همو یا تشکیزش یا تشنی همه ایش که نگذاشت неправильно نوشتگی بود فهمیدی اکو یه автобус ما در کجا باشه ای دکانه تو کجا شدی آب ایش آوشید رفت بچه های من گفته شدم امجا که ای 2 ساله بالا 100% حساب میکنن این کجا شد این ماشین در کجا بود بله مراجنی آوشید مراجنی آوشید بخدو راست میگو خب مراجنی آوشید بله راست هم گرمه کی نمیدونم چند گرازه گرمه حاجی بابا لبه سلام علیکم دوستان عزیز نمی شرکت زمزم من به همون خاطر رکلام هم یومن الله شاید که به خدمت نه ویزا پلی نه بلیت پلی نه خوراک پلی اگان چی به خدمت من نمیتیم حقیقت سه کی جاست حواس کنه سه خدمت بخورم مثال که مثل مراجنی اگان چی اصلاش همش شرکت زمزم به من تامین میکنه به خاطر چی به خاطر که ما رکلامشون میگیم هم یک بلاگر طوری 2.5 سال ما رکلام کرده ایستاده ایم شو ان شاء الله حاجی در خانه خدا در حق غریب در حق همه دعاگو هستم با خدا خودم غریبم با خدا خودم عذاب دیدم یک عذاب کشیدم کارای من کردم اگر بگه در همین مسکو روسیه درسترش شاید یک خیلی شما تعبتون نکشه او کارا بکنی یعنی که در آغلی گاو کار کردم تای پای گاو تازه کردم گاو جوشیدگیم قطعی زنهای عروس گاو جوشیدگیم این چیزهایی هستن که نه هر کس تعبش میکشه من هم توالت نشدم تمام اصلاش همش کدگیم یعنی کاری وزمینی ما هم کردیم در وقتش اما برای هم خاطر من همه وقت سرزنش میدم حرکت میکنم بچه‌ها همین کار سیاه بروی التماس بچه‌ها همین کار سیاه بروی کمتر حرکت کردن در کار کمتر حرکت کردن در کار بیا مراجنیک تا بگی که یا آوشید